من الان میخوام از دنیل یک سوالی بکنم که مطمئنم خیلی از شماها سریعا میایین توی فیسبوک ما و وبسایت ما میزنین که چرا امیرعلی این سوالو کرد، ولی من میخوام بپرسم چون وظیفه‌مه. دنیل جان، آره سوال خصوصی، شما این سریال ها کارتون های قدیمی ایرانی اونا که تو ایران پخش میشد تا حالا دیدی یا نه؟ نه هیچ کدومو ندیدی؟ نه، چون که من اینجا بزرگ شدی. دقیقاً. حالا برای شمایی که تو ایران بودین و خاطراتی دارین با سریال ها، کارتون هایی که دوبله شد براتون یا ساخته شد، کارتون های عروسکی یا نمیدونم سریال ها، هر چیزی که کلاً قدیم ساخته شد موقعی که شما بچه بودین، شما وارد یه وبسایتی میشین به اسم soundofmychildhood.com. همین الان میبینین این زیر و این دفعه خیلی طولانی‌تر هم نشونش میدیم، مثل دفعه قبل سریع برش نمیداریم. شما تو این وبسایت میرین قشنگ و تمام خاطراتتون زنده میشه، سریع زنده میشه. یعنی من رفتم تو این وبسایت آهنگ خانه سبز، سریال خانه سبز رو پیدا کردم، علی کوچولو رو پیدا کردم، خیلی از برنامه‌های دیگه. آره دقیقاً. و قشنگ منو برد به اون زمان، دقیقاً به اون زمان بچگی که من عشق بود. آیدی خیلی باحاله، خیلی آیدی خوبیه. تمام اینا رو اومدن به صورت آهنگ در آوردن و جداگونه شما میتونین گوش کنین یا حتی دانلودش کنین و دستشون در نکنه. واقعا منو که بردین به اون زمان و واقعا خیلی چیزا رو فراموش کردم در یه لحظه.